برنده جایزه نوبل ادبی 1953، عامل جنگ جهانی اول و مرگ هیتلر، فردی که بعد از سکته مغزی باز هم کار کرد. چرچیل در 30 نوامبر 1874 در یک خانواده ثروتمند آمریکایی بریتانیایی متولد شد. مادرش لیدی راندولف چرچیل از خانواده ثروتمند آمریکایی و پدرش راندولف چرچیل سیاستمدار انگلیسی بود. چون پدر بزرگ وی فرمانده کل نیروهای نظامی ملکه انگلستان بود، چرچیل و خانواده‌اش در کاخ بزرگش که از ملکه هدیه گرفته بود زندگی می‌کردند. خلاصه چرچیل رو به مدرسه بردن، اما اونقدر از مدرسه متنفر بود که از اونجا فرار کرد. در نهایت به دلیل علاقه زیادش به سیاست و جنگ وارد مدرسه نظامی شد و در سال 1895 به ارتش انگلستان پیوست. سپس در جنگ جهانی اول به عنوان دریادار انتخابش کردند. خلاصه وقتی که دید فایده نداره، در سن 24 سالگی از ارتش استعفا کرد و به سمت کاندید انتخابات مجلس روی آورد، اما رأی نیاورد و مجبور شد مدتی به عنوان خبرنگار نظامی بین جنگ کوبا و اسپانیا فعال بشه که در همون حین به سیگار برگ هم معتاد شد. یه آدم سیگاری لجباز. و چون چرچیل خبرنگار خوبی بود، از طرف یه روزنامه نگار انگلیسی بهش پیشنهاد شد که در جنگ آفریقای جنوبی گزارش تهیه کنه و اونم قبول کرد که اونجا هم توسط بوئرها به عنوان اسیر جنگی دستگیرش کردن. بنده خدا از زمین و زمان براش میباریده. خلاصه چرچیل در سال 1900 که 26 سال داشت به عنوان عضو حزب محافظه‌کار وارد پارلمان اولدهام شد، ولی این بار چون دیگه مردم میشناختنش رأی آورد. از همین موقعیت هم استفاده کرد و تا میتونست پول در آورد و پولدار شد. ولی بعد از مدتی از حزب جدا شد و در سال 1904 به حزب لیبرال وارد شد و در اونجا سالها فعالیت کرد تا اینکه لیبرال ها به قدرت رسیدن و اون رو معاون وزارت خارجه در مستعمرات بریتانیا کردند که واقعا در سن 30 سالگی شاهکار بزرگی به حساب می اومد این کارش. سپس او با خانم کلمنتین ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند شد. اولین فرزند چرچیل با نام دایانا در سال 1909 به دنیا آمد. دومین فرزند راندولف در می 1911 به دنیا آمد و سومین فرزندش سارا در اکتبر 1914 و چهارمین فرزندشون به نام ماری گولد در نوامبر 1918 به دنیا آمد. اما چهارمین فرزندش یعنی ماری گولد در اوت 1921 بر اثر یه نوع عفونت خونی درگذشت در 15 سپتامبر 1922. چرچیل یک پدر مشتاق و دوست داشتنی بود، اما از فرزنداش انتظارات زیادی هم داشت و در سن 36 سالگی هم وزیر کشور شد. وقتی وزیر دفاع شد به آلمان رفت و دید آلمانی‌ها دارن برای جنگ آماده میشن. بعد به انگلیس برگشت و اومد نیروهای دریایی و نیروی هوایی رو تقویت کرد، اما همونطور که گفتیم با تصمیمات اشتباهش بازنده میدان شد. او سوخت ناوگان‌هاش رو هم از ایران می آورد. در واقع نفت ایران رو به غارت می بردن و می گفته نفت ایران هدیه از سرزمین پریانه. 18 سال بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول، هیتلر در آلمان قدرت گرفت و عملاً در همه محافل سیاسی صحبت از هیتلر بود. چرچیل خیلی در مورد هیتلر هشدار داده بود ولی کسی گوشش بدهکار نبود. خلاصه در جنگ جهانی اول وقتی کشورها صلح کردند و قرارداد ورسای رو امضا کردند، هیتلر این توافق رو زیر پاش گذاشت و اعلام جنگ کرد. او به کشورهای بلژیک، فرانسه و هلند حمله کرد. در همین حین نویل چمبرلین نخست وزیر اون موقع انگلیس کناره‌گیری کرد و چرچیل در 65 سالگی نخست وزیر یا وزیر دفاع انگلیس شد. توی همین قضایا هیتلر وحشیانه به انگلیس حمله کرد و لندن و شهرهای دیگر رو بمباران کرد. هیتلر فکر میکرد میتونه انگلیس رو شکست بده
ولی انگلیس چرچیل رو داشت و اون میگفت اگر بجنگیم و مقاومت کنیم در نهایت پیروز میشیم، ولی اگه تسلیم بشیم تا ابد برده میمونیم. پس شروع به مبارزه با هیتلر کرد. چرچیل در اوایل فکر میکرد آمریکا مثل جنگ جهانی اول با اون همکاری میکنه، اما سریعا آمریکا اعلام بی‌طرفی کرد و گفت کاری به جنگ ندارم. اینجوری چرچیل دستش موند توی پوست گردو، ولی بازم کوتاه نیومد و به جنگ با آلمان ادامه داد که در نهایت هم به خاطر اشتباهاتش شکست خورد. در جنگ جهانی دوم چرچیل و شوروی در ایران در شهر تهران جلسه‌ای برای هیتلر گرفتند که در نهایت هیتلر رو سرنگون کردند. بعد از جنگ در انگلستان دوباره انتخابات شد، ولی چرچیل این بار رأی نیاورد. با اینکه مردم دوستش داشتن، ولی میگفتن ما وزیر جنگ نمیخوایم، وزیر صلح میخوایم. سپس چرچیل در سن 76 سالگی مجدد نخست وزیر شد و 2 سال بعد در 78 سالگی از ملکه الیزابت لقب سر رو گرفت. او تا 90 سالگی دست از سیاست نکشید و همچنان در پارلمان انگلیس ماند. سرانجام او در 79 سالگی در اثر سکته مغزی فلج شد و قدرت تکلمش رو هم از دست داد، اما تسلیم بیماری نشد و به مدت 2-3 سال باهاش مبارزه کرد تا قدرت تکلمش برگشت و دوباره به پارلمان انگلیس برگشت. وینستون چرچیل در اول ژانویه سال 1965 سرما خورد و بستری شد. در 15 ژانویه دچار خونریزی مغزی شد، سکته مغزی کرد و به کما رفت. در صبح یک شنبه 24 ژانویه 1965 بعد از 10 روز نگرانی عمومی از وضعیت سلامتیش بر اثر سکته مغزی در 91 سالگی در هاید پارک گیت لندن درگذشت. چند باری قبل مرگش به شوخی میگه من آمدم تا سازنده‌ام رو ببینم، اما آیا سازنده من هم برای آزمون ملاقات با من آماده است؟ یه ذره دیوونه بوده. به دستور ملکه الیزابت دوم جسدش برای 3 روز در دید عموم گذاشته میشه و سپس مراسم تشییع رسمی در کلیسای سنت پال برگزار شد. جالبه این اولین مراسم رسمی از سال 1914 در بریتانیا بود که برای فردی خارج از خاندان سلطنتی انجام میشد. این مراسم همچنین بزرگترین مراسم از این دست در بریتانیا بود، به طوری که افرادی از بیش از 100 کشور جهان شامل رئیس جمهور فرانسه شارل دوگل و رئیس جمهور آمریکا همچنین دوایت آیزنهاور در این مراسم حضور داشتند. چرچیل پس از تشییع رسمی در یکی از گورستان‌های وابسته به کلیسای بلادون در آکسفوردشیر که پدر و مادرش در اونجا دفن بودن کنار کاخ برنهایم به خاک سپرده شد و مردم بریتانیا در رأیگیری نوامبر 2002 BBC سر وینستون چرچیل رو به عنوان بزرگترین بریتانیایی تمام تاریخ انتخاب کردند. امیدوارم که از داستان چرچیل و زندگی نامه چرچیل تونسته باشیم نهایت عبرت رو بگیریم، ازش اطلاعات بگیریم و امیدوارم که این نوع ویدیوها مورد پسندتون باشه. و جالب اینه که او حتی در طول جنگ جهانی دوم روزی 5000 کلمه می نوشته. از تالیف او هم میشه به جنگ رودخانه، لورد لندورف چرچیل، برای تجارت آزاد، لیبرالیسم و مسئله اجتماعی، بحران جهانی، زندگی و زمانه لورد مارلبرو، جنگ جهانی دوم، تاریخ مردم انگلیسی زبان اشاره کرد. در آخر چند ویدیو بهتون پیشنهاد داده میشه که اونا رو هم میتونید ببینید. اگر این نوع ویدیوها مورد پسندتون بود حتما ما رو دنبالمون کنید، کانال رو سابسکرایبش کنید، لایک کنید که فوق العاده بهمون انرژی میدید. همیشه حالتون خوب باشه و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدارتون باشه.